قابل توجه خائنینی که میگفتن آقا میره تو پناهگاه. یا آقا گفتن بیا برو تو پناهگاه. گفت چرا؟ زن و بچه مردم توی پناهگاه نیستن، من برم پناهگاه. هم خودش، هم زنش، هم عروسش، هم نماش شهید شد. کجایی شماهایی که میگین آقا خودشو قایم کرده بود؟ حالا خدا بهتون نشونه ناشکری کردین، خدا بهترین نعمت رو گرفت. اما عزیزان دلم بیاین وحدت داشته باشین. آمریکا میخواد این وحدت از شما بگیره. شما مردین، آمریکا رو ناموس شما نظر داره. آمریکا دستش برسه اینجا زن و بچه شما امنیت نداره. خواهش میکنم راه رهبر رو برید، وصیت رهبر رو برید، نذارین مملکت بی صاحب بمونه.